آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه خلیج فارس با حضور نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. سعید جلیلی در ابتدا با تبریک روز دانشجو از اهمیت فراهم کردن فضای گفتگو در دانشگاه‌ها گفت. با گفتگوهایی که فراهم می‌کنیم زمینه رو به گونه‌ای شکل بدیم که دانشجو بتونه خودش تحلیل کنه. بداند در فلان موضوع چه ابعادی رو باید بهش بپردازه، چه کتابی رو بخونه، چه سندی رو نگاه کنه. وی همچنین در پاسخ به سوال برخی دانشجویان در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت چنانچه موضوعی در کشور قانونی می شود یک فصل الخطاب است، اما با این حال می توان پیشنهاداتی مؤثر داد. سعید جلیلی در ادامه به سهم بانوان در فرصت‌های جامعه اشاره کرد. اگر ما صحبت می‌کنیم 50% از جامعهمون بانوان عزیز هستن که خب یک ظرفیت بزرگ توانمندی هستن در عرصه‌های مختلف، باید برای این برنامه داشته باشه. زنانی که سرپرست خانواده اینا باید اولویت پیدا کنن. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در مورد پیروزی کشورمان در عرصه‌های نظامی این چنین بیان کرد. ما الان در یک اوجیم. بله، همیشه در اون بحثایی که پیش میاد این نیست. ما هم در عرصه‌های نظامی دفاعی چون سوال کردن که شما همیشه دیگه بگید من فقط یک سره پیروزی هستم. پیامبر اکرم که پیامبر خدا بود، مؤمنین در کنارش بودن، جنگ بعد برن پیروز می شدن. جنگ احد اولش پیروز می شدن، یک غفلت می شد تو سپاه پیامبر اکرم، یک غفلت می شد، یه شکست هم تحمیل می شد. محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس هم گزارشی از فعالیت‌های علمی در دانشگاه خلیج فارس ارائه کرد. این دانشگاه در سال گذشته با 8 پله ارتقا و امسال 5 پله دیگر بر اساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی تایمز در جایگاه 30% دانشگاه‌های برتر ایران قرار گرفته. در این دیدار و گفتگو برخی از دانشجویان سوالاتی را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.